شورت ستوری یا داستان‌های کوتاه انگلیسی چیست؟ اصلا چی هستن؟ اینها یک تعداد کتابن که در زبان انگلیسی یک داستانی رو به شما توضیح میدن، ولی همونطوری که از اسمشون معلومه شورت ستوریه، یعنی شورته، چنان قطور نیستن و در سطح‌های مختلف همونطور که اینجا می‌بینیم، مثلا pre-intermediate, advanced, upper intermediate, intermediate, beginner, elementary، با لهجه‌های مختلف، British accent, American accent و باقی مدل‌ها عرضه میشن. با خوندن این کتاب‌ها میتونید یه تعداد دانش هم نوشتاری هم پرونانسیشن، چون همراهشون این CD میاد، به دست بیارید. اینجوری